یک زمان جشن شگفتن، یک زمان خاکستر هستی، یک نفس در آسمانی، یک نفس در بستر هستی. هر چه هستی قد برآور، از دل یأس و قوی شو. هر چه هستی قد برآور، از دل یأس و قوی شو. تشخیص و تداوی اختلال دو قطبی نوع دوم. زندگی زیباست. شما دو روتین جداگانه خاص باید بر خود بسازین. یکی روتینه که در حالت شیدایی یا جنون باید تعقیب کنین، یک روتینه که در حالت افسردگی باید تعقیب کنین. طور مثال برای من روتین می است که اگر در حالت شیدایی یا خفیف شیدایی قرار دارم و بسیار کار میکنم، من یک سریال تعقیب میکنم، چون آل معلومات دارم، میفهمم چی وقت در حالت بیش فعالی خود یا اونمو شیدایی خفیف خود هستم. میبینم که زیاد کار میکنم، با تایم بندی میکنم. بعد یک سری از کارا وقتی متوجه میشم ساعت قد که دونمو ساعت میشینم یک قسمت سریال میبینم و اینمی ذهن ما درگیر میکنه، چون در او حالت تو بیکار شیشته نمیتونی، باید یک فعالیت کنی. بنابراین میشینم یک قسمت سریال میبینم، تعیین میکنم که هر روز 3 قسمت سریال باید ببینم و این باعث میشه که من انرژی ما ذخیره کنم، که یک سره کار نکنم صبح تا شب. یک مقدار کار میکنم یا یک غذا دو غذا میپزم، میشینم یک قسمت سریال میبینم و در این قسمت شیوا هم خیلی همراه من همکار است. اگر این مدت درازتر میشه، شیوا برام میگه که یک دقیقه بشی و وقت او میگم قبلا گوش نمیکردم برش، ولی حالا که مشکل خودم میفهمم باید انرژی خود ذخیره کنم، مصرف نکنم. میایم میشینم سریال میبینم و شیوا برام یک گلاس چای، خرما، میوه خشک، خسته و یا هم میوه تازه یک چیز برام میاره میته که مصروف میشم، با اون میخورم، میشینم که مرا آرام میکنه. یک فعالیت است که مرا آرام میکنه، میشانه. و یا به این قسم هر کدامتان میتونین یک چیز خاص را تعیین کنین براتون که آرامتان کنه. به می شکل در قسمت افسردگی وقتی افسرده هستم، انرژی ندارم هیچ کار بکنم، بلند شوم، باز من 1-2 دانه اسکچ بوک یا کتابچه‌ای برای نقاشی دارم که می حالت افسرده بود، خسته بود، دیگه هیچ کار نمیکردم. به جای از این که بشینم منفی فکر کنم یا یک کار دیگه را انجام بدم، دفعتا رسامی میکنم یا هم بعضا کتاب میخوانم. اکثرا کتاب میخوانم و وقت حالت برم رخ میده که ذهنم دیگه در عمق افسردگی استم و در او حالت قبلا هم گفتم مثل که ذهنم مثل ابر سیاه تاریک که هیچ چیز را نبینه و نشناسه، یخ زده باشه، در او حالت برم رخ میده که دیگه ما از گفته یکان تو از کله خود دیگه استفاده کردن نمیتونم. نه تمرکز میتونم، نه فکر میتونم، نه تصمیم گیری میتونم. در او حالت باز ورقهای دارم برای رسامی که پرینت شده هست، آماده است، فقط رسم میکنم که کتابچه های آماده در کل قرطاسیه فروشی ها هست، شما میتونین بگیرین یا از اینترنت رسمای خوبی را شما بگیرین، پرینت کنین، بر خود پیشتان داشته باشین، فقط رسامی کنین. یا هم توشله است که در دست خود دور میتونم، صدایش میکشم. یعنی یک فعالیت های خاص باید داشته باشین که در حالتی که در افسردگی هستین باید انجام بدین. بر از این که چی حالت های در کدام حالت از افسردگی میتونه کمک کننده باشه، در قسمت فصل که ما به سوی آرامش میگیم، در اونجا ما با جزئیات میگیم. یکی از عزیزای ما که دکترم است و عضو خانواده است و همیشه مشورای ما همراهش است، وقتی ما در مورد حالتم گفتم، بر ما گفت باید شاور آب سرد بگیری. وقتی آب سرد روی بدن میایه، تمام هورمونا همزمان فعال میشه، که چون یک تکان میخوری و بدن میبینه که میپاله که در کجا چی مشکل وجود داره، بنان تمام هورمونا همزمان فعال میشه و تو را سرحال میکنه. ولی برای من نتیجه نداد. صادقانه یک بار شاور آب سرد گرفتم، سردرد شدم، شانه‌هایم گردنم شخ مانده بود و خیلی بد بود. یکی از بدترین تجربه هایم بود، ولی برای بسیاری ها بسیار خوب میتونه نتیجه بده. برای من شاور آب گرم، آب بسیار گرم خیلی آرامم میکنه. وقتی که در بدن میخورم مثل که دفعتاً یک تکان میده که میسوزانه، بعدش آرام شده میرم، حس خوب میکنم
و یک حس آرامش برم میده. بنابراین شما ببینید که برای هر کسی یک کار نتیجه میده. وقتی بسیار به انرژی به حال باشم، تلفنم هم یک موسیقی بسیار آرامش بخش خوب، خصوصا مثلا من بیشتر آهنگای هندی میشنوم، آهنگای بسیار عاشقانه و خوب میمانم و شاور آب جوش میگیرم، کلا آرام میشم. خب تا اینجا مواردی بود که مربوط خود ما بود، خودم انجام میدادم و اونم طور شما را هم تشویق میکنم که سطح آگاهیتان نسبت به مشکلتان بالا ببرین، راه های مختلف تجربه کنین، سر خود فشار بیارین تا یک سبک زندگی مشخص را برای خود بسازین، تا آرامش احساس کنین، کیفیت زندگی و رابطه هایتان بالا ببرین. ولی در این جریان من زیاد از شیوا هم گفتم که شیوا کمک میکنه، این رقم شیوا برام میگه، شیوا در این حالت اینطور یک مشوره برام میته، در این حالت اجبارا این قسم کمک میکنه. حالا در اینجا آمدیم که عزیزترین کستان، نزدیکترین کستان که با شما در ارتباط است، عضو خانواده تان، دوستتان، همسرتان چگونه برای شما کمک کنه، مسئولیت اونا چی است. در کنار از اینکه شما به خاطر خود و رابطه های خود و زندگی خود و زندگی مشترک کوشش میکنین، مسئولیت اونا چی است؟ یکی از مسئولیت های اونایی است که متوجه محرکایتان باشه که قبلا در موردش توضیح دادیم، که ببینه چی چیزا شما را تحریک میکنه، که اونمطور شیوا بسیار متوجه خوابم است و بسیار کوشش میکنه که همیشه ما راحت بخوابم. متوجه علائم باشین، علائم هشدار دهنده سمت و سوی نوسانات خلقی بسیار باید دقت کنین و وقتی میبینین یک علامه را و میفهمین که به کدام سمت روان است، به سمت مینیا یا هایپومینیا یا به سمت دپریشن یا افسردگی، در کدام حالت روان است، علائم وقتی میبینین شما کوشش کنین که بیشتر متوجه از اونا باشین و اینمی روتینا را تعقیب کنین همراهشان که تغییرات بسیار شدید رخ نده، اگر رخ هم میته تحت کنترل باشه. مورد دیگه که بسیار مهم است این است که شما عکس العملای اونا را شخصی سازی نکنین، هیچ ربط به شما یا رابطه تان نداره، فقط و فقط کل مشکل ذهنی و درونی خود فرد است و هر عکس العملی که نشان میده فقط مشکلش فردی است، او هیچ نوع بازگو کننده مشکلش با شما یا نوعیت رابطه شما یا مشکل در رابطه شما نیست. فقط این را بفهمین که مشکل است که فعلا خودش با خودش درگیر است. و دیگه ای که همراهش تند برخورد نکنین، از واژه های تند و جنگنده که تحریک کننده است استفاده نکنین، یا ای که آرام باش، یا ای که دیگه ای کار نکن، تو چرا ای کار میکنی، این خیلی اذیت کننده است و تحریک کننده است برای از که اقدامات شدیدتر از او انجام بده. بنابراین از این اجتناب بکنین و زمانی که خصوصا در افسردگی بیشتر آدم احساس نیاز به تنها بودن میکنه، لطفاً فضای امن و فضای شخصی را بر از اونا مهیا کنین، کم فاصله بگیرین، برش زمان بتین، اینی کمک شما بکنین که وقتی عصبی است یا هیچ عصبی نیست، بعضا بسیار راحت است، در عمق افسردگی هیچ چیز ذهنش کار نمیته، گفته خودم که من میگم عقلم کار نمیته، میاله مغزم کار نمیته، ذهنم کار نمیته، اصلا هیچ چیزی نمیخوایم، فقط میخوایم یک دقیقه خدا آرام پرتم، هیچ سر و صدای نشنوم. این خیلی کمک میکنه که زودتر سر حال شوم و بیشتر عصبی، ناراحت و پشیمان از، چون اکثرا در حالت پشیمانی قرار میگیرید افسردگی و این کمک باعث میشه که تو احساس پشیمانی از یک زندگی، رابطه و از زنده بودنت نکنی و خوبتر، راحتتر آرام شوی. در ضمن از که شما فاصله میگیرین، بر از اونا فضای شخصی خودش مهیا میکنین، به یک نوع نشان بتین که متوجهشان هم هستین، همراهشان هستین، بدون از اینکه احساس حقارت و خوردی به او دست بده. بازم مثال میتونم، در ضمن از که شیوا مرا تنها میمونه، دروازه را بسته میکنه، بعضا حتی تلفنم از اتاق میکشم،
در سالن باشه من فقط استراحت میکنم. اگر تلفنم پیشم باشه یگان مسیج برام میفرسته، اگر نه باز میایه یک دروازه رو آواز میکنه بسیار همطور شیرین و مهربانانه و صمیمانه شوخی میکنه چیزی نیاز داری اجازه است بیایم داخل. و وقت میایه باز یا بدون پرسان بعضن اتفاق افتیده که یک بشقاب از میوه تازه یا هم یک گیلاس چای گرفته برای ما آورده. خیلی کمک میکنه که زودتر خوب شوه و این نوسانات خلقی قابل تحمل شوه. یکی از کمک های دیگه که شما میتونین بکنین این است که شما میتونین در قسمت کنترل، خصوصا کنترل تلفن، در زمانی که جنون است یا افسردگی بکنین که از تلفن یک ذره دوری بکنن، به خاطر که میتونه مشکل زا شود. چون در حالت شیدایی یا نیمه شیدایی بسیار صمیمی و بسیار دوستانه با همگی برخورد میشه و اگر رابطه های نباشه که بخواه زیاد صمیمی شود در این زمان صمیمی میشه که باز در زمان نرمالی افسردگی اذیت کننده میشه برشان، یا پست هایی که بگذارن، کامنت های، استوری های، تمام اینا میتونه که مشکل زا باشه. یا در حالت افسردگی هم همین قسم میتونه که سوء تفاهم رخ بده که فرد از زندگی خود، از رابطه خود یا از وضعیت خود راضی نیست، مشکل داره. بنابراین در این جریان باید کنترل شود و بسیار دوستانه و صمیمانه، خصوصا هر دو طرف وقت بفهمن این مشکل میتونن همراه همدیگه همکار باشن. یا هم بسیاری هستن که بسیار حساس هستن در دوستی های خود و بسیار زود که صمیمی نمیشن، ولی در او حالت میتونه زودتر صمیمی شوه که بعد پشیمان میشه و نمیخواد اون رابطه را ادامه بده. و یا هم در حالت افسردگی بسیار دوستای نزدیک و صمیمی شه نمیخواد جوابش بده، حتی خانواده که هم میتونه که اذیت کننده باشه و رابطه ها را از بین ببره. بنان کنترل شوه. در ضمن یکی از چیزایی که شما میتونین کمک کنین به یک کسی که داره اختلال دو قطبی هستی که در مورد افسردگیشون همراهشون صحبت کنین که وقتی تو افسرده میشی تو اینی عکس العملا را انجام میدی، اینی کارا را انجام میدی و دوباره وقتی اینطور میکنی متوجه باش که مشکل در هیچ چیزی دنیا نیست جز در روان تو و باید بدانی که اینمی فکرت یا اندیشت یا امی برداشتت اشتباه است. یا هم تو اینی کارا را میکنی که نباید به این شکل باشه، حتی میتونی کنترل کنی به این شکل. حتی اگر کنترل نتونه حداقل آگاه میشه از او و وقتی کنترل نمیتونه هیچ وقت ملامتش نکنین، چون هیچ کس نمیخواید در این حالت قرار بگیره، یک انتخاب نیست. یا هم در مورد شیدایی همراهشان گپ میزنین که در حالت شیدایی توی نی عملا را انجام میدی که نباید انجام بدی، یا اگر میتونی شکلش تغییر بدی به این شکل و متوجه باشی که چی میکنی. خیلی میتونه کمک کنه که بسیار صمیمانه بشینین در این مورد گپ بزنین و بیشتر به یادشان بتین که مراقب خود باشن، متوجه خود باشن در خوراک خود، در خواب خود، در رسیدگی به خود. خیلی میتونه که مثبت واقع شود و میتونین شما بسیار یک رابطه نزدیک را ایجاد کنین و به یک نوع مانع صدمه زدن به خود فرد شوین که کاری نکنه که به خود صدمه بزنه، ولی کارایی که صدمه نمیزنه ولی میخواین انجام بدن و شما میفهمین که منطقی نیست یا هم درست نیست ولی صدمه برای خود و دیگران نمیزنه، با او کار بانین انجام بده، بانین که در عمق از موضوع بره و خودش به نتیجه برسه که این کار درست نیست. و یکی از کمک های بزرگی که شما میکنین در پهلوی حمایت های روانی که تا حالا گفتیم چی کارا باید بکنین، باید کمک های عملی فیزیکی برشان بکنین که این میتونه خیلی کمک کنه برای از که اونا خود راحت تر از این فضا بکشن تا یکی سرشان فشار باشه. بازم مثال میتونم مثلا شیوا که خیلی بعد از اینکه در مشکل من فهمیده و در این مورد گپ زدیم بیشتر کمک میشه. حالتی که انرژی دارم کل جای پاک میکنم، بیشتر از 3-4 نوع غذا میپزم و وقتی من در یک حالت افسردگی میرم که نمیتونم کار کنم، غذا آماده است،
از قبل شیوا در مایکروویو میمونه، آماده میشه میخوریم. و یا اگر غذای باشه که طفلان نخواه بخورن، یا هم غذا نباشه آماده، یا هم خودش به یک چیز میل کنه، آماده میکنه، پخته میکنه، تیار بچه‌هارم نان میته، مرم نان میته، خودش هم نان میخوره، همکاری میکنه و این خیلی برای ما انرژی میته و حس خوب میته. و یا هم بعضا وقت عالم خراب باشه میپرسه چی میخوایی بخوری همیاله. باز یگان غذایی که من علاقه دارم یا بدون گفتن از من پرسیدن آماده میکنه، میگه بخی یک لقمه نان بخور. کمک های فیزیکی خیلی میتونه کمک کنه که فرد خود مجبور به انجام یک سری کارا ندانه و بیشتر افسرده نشه، آرام میکنه و زودتر راحت میشه و اینمی افسردگی را عمق نمیده و واقعا نمیتونن که در حالت افسردگی یک سری از کارها را انجام بده. زندگی زیبا زیبا، پشت شب فرداست فردا.